ساتور تورسون قصه سنگ در بغل به طوفان. درود شنونده های عزیز، به توجه شما قصه سنگ در بغل به طوفان از نویسنده خلقی تاجیکستان ساتور تورسون از سلسله خوانش بدیعی. آغاز گفتار هفتم. باز چی مهمش ماند در این منزل سنگین؟ تلپک. رشاد دست به سری لوچ و تراشیدهش برد. خیر باکی نیست، یگان علاج می یابد. هیچ نباشد بر رویمال می بندد. همیشه در میانش رویمال. حالا شتاب می باید. تاریک نشده به راه در آمدن لازم. زودتر به راه در آمده بگذار نصف شب یا خود وقتی سحر، ولی بدیهه رسیده. آلوده به نفرت و ای باز به پیشی پایش توف کرد و کمان در دست دردی تن و جانش را با یک عذاب قدر فرو نشانده از دری کشاد کلبه بیرون رفت. آن را از پشتش نپوشیده بسکی بیمار خود اکنون ذره اعتبار هم نکرده از دو سر می میرد. قریب تازان رفت، اما تخمین 4-5 قدم پس نفس رشاد باز در حلقش گره بست. فشار قفس سینه‌اش نیز از نو شدت یافت و او گشتش به تمام سوست در وضعی که تکبندی موقیانیش غیرچ غیر صدا برآورده با سکوت هولناک این دشت نه آنقدر بزرگ کم کم رخنه می انداخت. از میان برف بلند چند دقیقه راه پیمود. اگرچه دندان به دندان گذاشته میخواست خود را به دست گیرد، زورش نمی رسید. دلش تپ تپ زده، پایهایش تا رفت وزن می آوردند. طوری می نمود که به هر کدام آن گویا کلان کلان سنگ بستند. رشاد در چنین احوال نهایت به جسد رحیم اکبر نزدیک شد. به درد و کنده کنده نفس کشیده فرصت ناجنبان ایستاد. نگاهی بیقرار او گاه به اسب می پیوندد، گاه به خالدار می کوچید، گاهی دیگر به سطح برفی گرد و پیشش می لغزید. اسب یال می افشاند، دهانه می خایید، پای می گفت. خالدار کمی دورتر باز چوکه نشسته بود. برف گویا تدریجاً پرده شام را از بالا از وسعت آسمان به سوی خود کشیده در سایه تنوک آن مایل به رنگ میل میتافت. آخرین شفق آفتاب نیز در فضای کوه فرهاد به صورت شمع سوخته خاموش میگردید. یا چشمان رشاد همین ذیل خیره میبینند. ناخواست نظری وی در پهلوی سگ کنجکاو به تیاقش برخورد که قبل از زنازن با رحیم اکبر غضب‌آلود به یک طرف رانده بود. حالا سری غرمدار آن بیرون از تگ برف خود بر علا نموده می ایستاد. به خیال رشاد انا من می گفت، بگیر مرا می گفت، ولی دیگر لازم نیست به وی تیاق. اینک آزاد است. وی از همه درد و غم عالم دور است، از تمامی کار و بار دنیا. خنک خورده در این سرمایی که اکنون رو به شب دو چند زهراگین می شد، سری اوریانش یخ بسته رشاد قدم برداشت. اسب بی‌طاقتانه در گرد خود چرخ زد. خالدار زود از جای خیسته گوش و هوش گردید. رحیم اکبر گویا زمین را گزیده، یک کارد غلافدار در تسمه شیمش، کارد دیگر تا گلبند در بری گلویش همچنان دراز و بی حرکت می خوابید. رشاد پیشتر رفته سری زانو نشست و کمان را از پهلویش بر روی برف مانده دست به جسد رحیم اکبر برد. خالدار باز در جایش نشست. اسب سخت سخت پای کوفت. ناراضیانه
و به نظر قهرآلود شیهه کشید. ولی رشاد مثل آن که صیحه اشقر را نشنیده باشد به جانبی وی حتی نگاه نکرده، جسدی رحیم اکبر را آهسته به پشت گرداند. باز بودند چشمان رقیبش. با وجودی ورمی جگر رنگ کلان کلان می تافتند در پرتوی برف، بلکه گرم و زیبا می نمودند. همزمان در آینه خود در میان مژگان‌های زیچ تا به اندازه حیرت داشتند که رشاد دلش ته کشیده یک هراسید. پس پلک‌هایی به مانند یخ سرد او را لحظه مالیده، هر دو دیده‌اش را بی آزار پوشید. اسب بدتر بی‌طاقت می‌شد. فیخ و فاخ کرده گویا بینی افشانده، فلیزی دهانه را در زیر دندانهایش شقراس می‌زناند. به کنج لبانش پاره پاره کفک می‌دمید. هنگامی وی دومی قدری شیشه بسته‌اش را برداشته در گردی صاحبش یالافشان از نو به چرخ آمد، چشم رشاد امروز نخستین بار به کمان 2 میله رحیم اکبر افتید که آن از تسمه‌اش به کوهه بلند زین آویزان، نوکش از تگ پله خورجین گذشته یک وجب به نظر می رسید. رشاد سرش را به کفی دست گرفته خودش بیخبر ناگهان گریست. شاید به عاقبت رحیم اکبر، ممکن است از غایت درد و علم، بلکه از شدت سرما و تصور مفهوم، در هر صورت فرصت اشک ریخت. اگر چند مغشوش بود، باز فکر کرد که تیغ داشت رقیبش، کمان هم داشت و آخر می توانست او را بکشد، بسیار آسان به اسفل و سافلین فرستد. اما به کارد خود دست نبرد رحیم اکبر، به سوی کمانش نیز نتاخت. این حادثه یقین از روز ازل در سرنوشت آنها عکس یافته بود، وگرنه رشاد گاه به برفی از خون لالگون و گاه به چهره حیرت زده دشمن خود یک دمی دیگر چشم انداخته، به هیچ دودیلگی تلپک او را از سرش گرفت. اسب شیهه کشان چراغ پایه شد. از این صیحه‌ای به شکوه ترسید مگر که خالدار جسته به کنار رفت. رشاد برخاست و آن تلپک یک لبش کمی خونالود را به اعتبار پوشید، گوشک‌هایش را از زیر منه به هم بست. بعد چکمنی رحیم اکبر را آورده بر رویش پرتافت. با عذاب خم خورده و باز نفس گردان شده کمان خود را از پیشی پایش برداشت. تسمه آن را به کتفی چپ انداخت. سپس قمچینی رقیبش را کافته از میان برف یافت، در کفش سخت فشرد و از چی باشد که خیالمند یک نفس به موقیانیش نگریسته به طرف اسب قدم نهاد. اشقر، جانورک زیبای رحیم اکبر، گویا همه غضبش را فرو برده حالا اندک سرخم و آرام می ایستاد. فقط پایهای باریکش را سبوک مانوگیر می کرد. اما نگاه چشمان عمیقش خنجروار تیز و گوشهای خورد خوردش سیخ بودند. چونین می نمود که وی به دوره های دور به کدام یک شبحی بیماور نظر دوخته، حتی پسترین صدای گرد و اطراف را مانند آهنربا به سمع خود می کشید. گویا کمی باشد هم می خواهد به اسرار این دشت مخوف آشنا شده نهایت قرار یابد، آزاد نفس بگیرد، دیگر خوفی نبرد. رشاد به هیئت اسب چندان اعتبار نکرد و نزدیک رفت. اکنون به لجامش دست یازاندنی بود که جانور با شست تاب خورد و از مغز دل و جگر سخت شیهه کشیده خود همان لحظه به سر وی جفت لگت انداخت. رشاد لااقل فرصتی میجه زدن نیافته از هر دو سومی قفا یکی به چکش راست آمد.
و او به این ضربه ناگهان و مهلیک از جای ایستاده‌اش 3-4 قدم دور پریده گرسی بر روی برف افتید. حتی صدایی نبرآورده به تخت پوش غلتید. خالدار گویا به جانبش سنگ هوا داده باشند. تاخته به پا خیست، مینگاس زد، دقیقه جکید و با یک غرغوری پست لب لیسیده گشته در جایش نشست. اسب دیگر به رشاد نگاه نکرد. آخرین مراتب دراز شیهه کشیده در اطراف او و جسدی صاحب خود مدت به گردش آمده نهایت ایستاد. تکرار به تکرار سون کوفت، یال افشاند، بعد سر افراخت و گردنک زده کفکی دهانش را به هر سو پاش داده یک بار چارخیز گرفت. وقتی که اشقر بیرحیم اکبر از میان دشت پربرف بعضن دویده بعضن هموار پای پرتافته رو به دیهر راه می پیمود، هینی که سگ ترسو خالدار یقین گوش نمانده از دری کشاده به کلبه سنگین در آمده در تاریکی قوتی لایموت می جوست. ساعتی که چادر شبی زمستان اولگاه را به خود پیچانده در بین زمین و آسمان به همه کار عالم به فرق حکم می راند، در این هنگام رشاد هنوز زنده بود. حالا نفس می کشید، لیکن چی حادثه رخ داد نمی دانست. حافظه‌اش بالکل تیره گردیده شعورش به نیستی می رفت. جنبیدن یک طرف ایستاد و حتی پیلک چشمان قریب مرده‌اش را که چند دقیقه مقدم خود به خود باز شده به سطح آسمان و ستاره های سرد آن می نگریستند نمی توانست به هم آورد. فقط قبل از واپسین نفس مغزش اندک روشنی یافته. رشاد از دل گذراند که یک زمان در این دنیا دختری وجود داشت با نام نسرین، عجب خندان. به وی روی مالچه داده بود، روی مالچه شلشله دار. بعد در وسعت آباد بلند قرص مهتاب را دید. به درجه نزدیک می نمود که خیالش دست یازاند همان دم آن را بر روی کف می گیرد. نهایت خیره خیره عقیده کرد. چندین جفت چشم خونین در اطرافش چون کرم شبتاب درخشیده او را تا رفتن به حلقه می کشیدند. گویا از دوری های این دشت نه آنقدر بزرگ تا به سمعش یک غرغوری مغشوش نیز می رسید. پس از لحظه رشاد رمه گوسفندان را پیش انداخته ناگهان به طوفان سرد در آمیخت، به گیردباد تند پیچید و در حالت نزع روان آخرین عکسی که در لوح خاطرات وی نقش بست صورت زیبای نسرین بود. واپسین صدایی که در زیر گوشهایش به مثل نیشتر فرو نشست اولاس دهشت انگیزی گرگ را می ماند. یادآور می شویم که شما قصه سنگ در بغل به طوفان نویسنده خلقی تاجیکستان ستار ترسون را از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار هفتم. راوی قربانی صابر. کار کارگردانی شیرعلی نغزلی.